کنید، حال کنید، حال کنید، کار کنید. سیگنال بگی. در قدیم شما 2 میلیون حقوق میگرفتی، با این خرج زن و بچه میدادی، مسافرت میرفتی، در انتها پسنداز میکردی. غرب حسودیش شد. حاجی دهنه اینا سرویس چجوری با 2 میلیون سیو میکنن؟ دست گذاشت رو سیو ما، کنترل اس از ما گرفت، آمد با فیلم های مستهجن خودش فرهنگ غرب فرو کرد تو مغز ایرانی. فیلم از زیر دست ما خارج نمیشد. بوشین ما یک جوری دوبله زدیم، خود ژاپن گفت یاره پشمام این نسخه دوبلش مخرام ازتون. ما هم گفتیم بیا. یک سری فیلم ها از زیر دست ما در رفت، مثل امریکن پای که از اسم نجسش مشخص پای کی وسطه. سیگنال. توی این فیلم 4 تا بچه سال نشون میدن تو دبیرستان شبا در حال عشق و حالن. ایرانی هم زود باور فکر کرد الان دیگه غرب درگیر عشق و حاله. ایرانی اینجا حسودی کرد. هزینه‌های میلیون دلاری کرد تو فضای مجازی ما که ایرانی داب اسمش درست کنه، بگه حال کنید، کار کنید، کار کنید، حال کنید. حواس جمع کن. اصلا نمیگه پسنداز، فقط میگه کار، حال. ببین از کی داشته رو مغز تو کار میکرده که تو فقط عشق و حال ببینی. چرا نمیگه پسنداز؟ کار کنید، حال کنید، پسنداز کنید. خیلی قشنگ‌ترم هست. میدونه اگه شما پسنداز کنی، بلیت میخری میری غرب، ببینی اصلا عشق و حالی نیست. گولت زدن. ما داریم میگیم میخوایم بنزین گرون کنیم. تو باز میری دور دور میکنی چون مغز تو رو با عشق و حال پر کرده. ایرانی حواس جمع کن. شب و روزگار خوش.